ببخشید خانوم. یه عرض کوچیکی داشتم. میدونم دیگه. عرض شما کیفتونه، کیفتونم شیشه عمرتونه. ایشالله که پیدا میشه. ماشاءالله با پشت و کاری که شما دارین تو انبار کاه هم افتاده باشه پیداش میکنین. عرض من این نیست. عرض شما چیه؟ عرض من خصوصیه. خجالت بکش. از اون موی سفیدت خجالت بکش. من چه عرض خصوصی با شما دارم؟ نه از اون عرضو که خیال کردی. عرض من اینه. شما از کیف من خبر دارین. خواهش میکنم بگین کجاست. چی کجاست؟ کیفم سر قبر مرده ها. یه ارزی دارم. شما ارز نداری، غرض داری، مرض داری. خدا شفات بده ایشالله. اگه خبر ندارین بچه رو نشوناشو میدونین ها؟ پیداش کردین ها؟ بهش ناخوناشم زدین؟ مرد حسابی خجالت بکش.